روز بخیر به مردم تاجیکستان و غریبان تاجیک. روز سعید جمعه مبارک باشد به دوستان مهربانم، به تمام مردم اهل اسلام. ای بنده، امروز بر تو عید است، نماز جمعه و روز سعید است. به روز جمعه هر کس که دعا کرد، ز باغستان جنت میوه چیده است. بکن ذکر خدا هر لحظه ای دوست، هر آن چیزی که هست همه از حکمت اوست. به مقصد رسد و دل شاد گردد، هر آن کسی که خدا گفت او خدا جوست. درون دل مکان مهر الله، خوشا آن دل که بیدار است و آگاه. به دل مهر خدا جا کن همیشه، بکن ذکر خدا هر صبح و بیگاه. سربلند و خانه آباد باشید مردم تاجیکستان. السلام علیکم.